الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی را درباره پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه خدمت شما بیان کردم و عرض کردم که حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه یکی از بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و جزو سابقین اولین و مسلمانان پیشتازی هست که گوی سبقت را در زمینه اسلام آوردن و مسلمان شدن از دیگران رو بودند و چهارمین یا پنجمین نفری هست که به دامنه اسلام وارد شدند و در تمام عمرش بعد از این که مسلمان شد و تولدی دوباره یافت، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و همون گونه که قبلا هم این مطلب را بیان کرده بودم در جلسات قبل که ایشان یکی از باجناقه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و داماد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ما می‌دانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سومین همسری رو که انتخاب کردند بعد از حضرت خدیجه و سوده رضی الله تعالی عنهما، سومین همسرش حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود و طلحه و زبیر هم خواهران عایشه رضی الله تعالی عنها را ازدواج کرده بودند. یعنی این که رسول الله و طلحه و زبیر با همدیگر باجناق یکدیگر بودند و در واقع عضو یک خانواده بودند و همگی این بزرگواران ابوبکر را شایسته دانستند که با خانواده ایشان وصلت‌هایی را انجام بدند. آری، زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه از روزی که مسلمان شد سختی‌های دعوت را، سختی‌های جهاد را، سختی‌هایی را که به خاطر مسلمان شدنش عایدش شد همه را به جان خرید، هجرت کرد، به حبشه رفت و بعدها به مدینه منوره هجرت کرد. در سختی‌ها و جنگ‌ها در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در غزوه بدر، در غزوه احد و بقیه غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم و همان گونه که قبلا عرض کردم در فتح مکه یکی از سه پرچم مهاجرین را رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سپرد و همچنین در غزوه بنی قریظه 3 بار رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را مأمور کرد برای خبرگیری از دشمن و زیر نظر گرفتن اوضاع و موقعیت دشمن ایشان را فرستاد و تمام این مطالب نشان از این دارد که حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم و مورد اعتماد ایشان بودند که در سخت‌ترین شرایط در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مهمترین موارد در بحث جنگ و خبرگیری از دشمنان و سپردن پرچم به دست او می‌بینیم که ایشان را لایق و شایسته می‌دونند و یکی از افراد برگزیده رسول الله صلی الله علیه و سلم و پرچمدار ایشان در جنگ و غزوه فتح بودند و همچنین در بنی قریظه می‌بینیم که مسئولیتی را از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت می‌کنند. این صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندش میگوید من یک روزی به پدرم گفتم که چرا شما مانند بقیه روایات زیادی ندارید؟ عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه
بسیاری از کسانی که به اندازه تو در کنار رسول الله نبودند، این همه مصاحبت و همراهی نداشتند با رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما روایت هایی رو بیان کردند و از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند. چرا تو همانند دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت حدیث رو به اون گونه که اونها دارن نداری؟ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه گفت که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جمله ای رو شنیدم که این جمله منو باز داشته، این جرأت رو از من گرفته که من گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نقل بکنن. ایشان روزی فرمودند که من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که بر من دروغ ببندد جایگاهش را در جهنم آماده بکند. و من از این میترسم که من بگویم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین و چنان گفتند و تعبیر من با تعبیر رسول الله یکی نباشد. شاید من بگونه دیگر تعبیر بکنم و اون کلمه و جمله ای را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند من ترجمه اون را و به تعبیر دیگر اون جمله و کلمه را من بیان بکنم و خدای نکرده مشمول این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشم. آری حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه به این اندازه مواظب بود در اعمال خودش، در گفتار خودش و در رفتار خودش که مبادا از اون کلمه صادر بشود، جمله و حرفی از زبان اون بیرون بیاید و اون را نسبت بدهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، در صورتی که رسول الله حرفی دیگر را، کلمه دیگر را بر زبان آورده بودند. و این از صداقت ایشان هست، از اخلاصشون در مصاحبت و ایمانشون به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما قضا و قدر الهی این بود و بر اساس و به سبب فتنه هایی که فتنه جویان و آشوبگران ایجاد کردند، تقدیر در قضایای سیاسی و در اجتهادات حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه را در مقابل حضرت علی قرار داد. اما آیا این قرار گرفتن این دو نفر رو در روی یکدیگر، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه، که از نظر خویشاوندی با همدیگر بسیار نزدیک بودند، آیا این رو در رویی به معنی رو در رویی در ایمان هست؟ آیا این دشمنی بر اساس ایمان بوده؟ اگر بگوییم که واقعا دشمنی وجود داشته، قطعا این گونه نبوده. هر دو مسلمان بودند، هر دو پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، هر دو مبشر به بهشت بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دو را به بهشت مژده داده بود و هر دو از خویشاوندان نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. زبیر پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی بود و حضرت علی هم پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و از نظر خویشاوندی و روابط اجتماعی و وصلت هایی که صورت گرفته کاملا با همدیگر نزدیک بودند. و فقط این گرایش سیاسی و دیدگاه سیاسی بود که این دو نفر را روی در روی همدیگر قرار داد. اون هم به خاطر فتنه هایی که سبئی ها، عبدالله ابن سبع و پیروانش ایجاد کردند و فتنه هایی که آشوبگرانی که در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اون فتنه معروف را ایجاد کردند و دامن زدند به این فتنه ها، اینها بودند که سبب شدند که خط و منش سیاسی حضرت علی رضی الله تعالی عنه و زبیر از همدیگر متفاوت باشد. اما بنگریم زمانی که حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه به شهادت میرسد، اونم در زمانی که ایشان از جنگ جمل خارج می شود، از میدان معرکه خارج می شود و عزلت می گزیند و نمی خواهد در جنگ شرکت بکند، یکی از بدبختترین انسانهای روی زمین می رود و ایشان را به شهادت می رساند و شمشیرش را می آورد پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه به امید این که
جایزه ای را دریافت بکند. اما حضرت علی رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که ایشان فرمودند بشروا قاتل ابن صفیه بالنار، قاتل فرزند صفیه را یعنی زبیر را مژده جهنم بدهید که این انسان جهنمی هست. و حضرت علی رضی الله تعالی عنه شمشیر حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه را به دست گرفتند و این رو بلند کردند، گفتند که سیف والله طالما جلا به عن وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم الکرب. این شمشیری هست که زبیر با این شمشیر در موارد بسیاری غم و اندوه را از چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم زدود. و قطعا این گونه بود. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه تا آخرین لحظاتی که در دنیا وجود داشت محب رسول الله و مؤمن صادق و مسلمان حقیقی بود و اون گونه که از جنگ خارج شد و از معرکه جمل خارج شد به همین امید خارج شد که در این درگیری شرکتی را نداشته باشد و مساهمتی نکند که مبادا این مورد نارضایتی الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد. و حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه نهایتا در سن 64 سالگی و پس از جریان جنگ جمل که از جنگ جمل خارج شده بود و دور رفته بود از میدان معرکه، در اونجا توسط یکی از افراد به شهادت رسید و این جریان در سن 64 سالگی ایشان بود و تمام این عمر را بعد از این که مسلمان شده بود در خدمت الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم و دین اسلام بود. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. وصال حق گامی در راستای بیداری. بینندگان عزیز و ارجمند، قبل از میان برنامه داشتم در مورد حامی رسول الله صلی الله علیه و سلم و حواری رسول الله صلی الله علیه و سلم مطالبی رو خدمت شما عرض می کردم. واقعا حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه و علی در ایمانشون و صداقتشون و محبتی که با الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند هیچ گونه تفاوتی با همدیگر نداشتند. هر دو مسلمان، هر دو حامی رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر دو از کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را به بهشت مژده دادند و این قدر و احترام همدیگر را و منزلت همدیگر را می دانستند. بدین خاطر بود که حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه بعد از این که علی رضی الله تعالی عنه را تذکر داد به یکی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، می بینیم که معرکه را ترک کرد و از میدان جنگ جمل خارج شد. به خاطر این که در تمام رفتارش و در تمام عمل کرده هایش فقط و فقط رضای الله و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مد نظر داشتند. و حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم این گونه بود. وقتی که طلحه و زبیر در مقابلش آمده بودند و در جریان سیاسی دیگری قرار گرفته بودند، اونها را کافر و مرتد و مخالف اسلام و مسلمانان و دشمن حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه به خاطر اینکه هنگامی که در معرکه جمل قرار داشت حضرت علی رضی الله تعالی عنه ایشان را یادآوری کردند به حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده بودند و به خاطر همین حدیث هم بود که حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه میدان معرکه و جنگ جمل را ترک کرد و از میدان خارج شد. این اقدامش به خاطر رضایت الله و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یعنی این که دوستیشان به خاطر الله متعال بود
و رفتاری را که داشتند و عملکردشان همگی به خاطر دین مبین اسلام بود. و هنگامی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه به وی تذکر داد اون حدیثی را که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده بود که یک روزی شما رو در روی یکدیگر قرار میگیرید، بعد از این حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه از میدان جنگ و معرکه خارج شد و بعدها زمانی که حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه و همچنین طلحه به شهادت رسیدند، در این جریان میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه احساس و اظهار درد و اندوه میکند و تأسف میخورد بر شهادت طلحه و زبیر رضی الله تعالی عنهما و میگوید که لارجو ان اکون انا و طلحه و الزبیر من الذين قال الله في حقهم، من امیدوار هستم که من و طلحه و زبیر از جمله کسانی باشیم که الله متعال درباره آنها میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین، ما اون غلی را و اون کینه ای را که در دل داشتند همه را بیرون آوردیم و اونها برابر هستند و برادر هستند و بر روی مبله های و صندلی های رو در روی یکدیگر خواهند نشست، یعنی در روز قیامت. و این در واقع یکی از جملاتی هست که بیانگر دیدگاه حضرت علی رضی الله تعالی عنه نسبت به طلحه و زبیر رضی الله تعالی عنهماست که گرچه در این جریانات سیاسی مخالف یکدیگر بودند و رو در روی یکدیگر بودند، اما همه جزء مسلمانان بودند، پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که حضرت علی امیدوار هست و آرزو می کند که در روز قیامت هر دو و هر سه اونها در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت ورین رو در روی یکدیگر و بدون هیچ گونه غل و غش و کینه و حسدی رو در روی یکدیگر بنشینند. آری این زبیر ابن عوام هست، پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه که یکی از خویشاوندان نزدیک حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود. و اون گونه که قبلا عرض کردم، مادر زبیر ابن عوام صفیه هست، صفیه دختر عبدالمطلب و صفیه عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. این صفیه بنت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها خواهر حقیقی و شقیقه حضرت حمزه سید الشهدا هست که از یک مادر بودند و مادرشون حاله هست. حاله هم دختر وهیب. اگر به خاطر داشته باشید گفتم در زمانی که درباره مادر رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبی رو عرض کردم، گفتم که آمنه دختر وهب هست. وهب و وهیب با همدیگر برادر بودند، به این معنی که حضرت صفیه و حمزه فرزندان حاله هستند و حاله دختر وهیب هست و آمنه هم دختر وهب. یعنی این که حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دختر عموی آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. صفیه از یک طرف عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، از طرف دیگر دختر عموی حضرت آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. صفیه جزو نخستین مسلمانان بود و جزو سابقین اولین هست که مسلمان شد و هجرت کرد، مکه را رها کرد و به مدینه هجرت کرد در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی در جنگها شرکت داشت. در جنگ احد معروف است که ایشان نیزه‌ای را در دست داشتند و با اون جهاد می کردند و در غزوه خندق واقعا ایشان افتخار آفریدند. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها مانند یک مرد در غزوه خندق می جنگید و مبارزه می کرد با کافران، اون گونه که در تاریخ آمده که یک از دشمنان اسلام نزدیک قلعه‌ای که فقط زنان و دختران در اون تحصن کرده بودند نزدیک می آید و کسی نبود که برود با اون مبارزه بکند.
این حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها این شیرزن قهرمان و مبارز بود که چوب بلندی را در دست میگیرد و به مبارزه با اون شخص میپردازد و اون فرد را از پای در می آورد و می کشد. و بدین خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را جزء مجاهدین قرار داد و برایشون یک سهمی از غنایمی را که در این غزوه به غنیمت گرفته بودند به حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها داد. این صفیه همون گونه که عرض کردم مادر حضرت زبیر ابن عوام هست و این اولین وصلتی هست که در واقع صورت گرفته که صفیه دختر عبدالمطلب را عوام ابن خویلد ازدواج می کند و ثمره این ازدواج حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه است. و این وصلت و این خویشاوندی نشان از این دارد که همان گونه که این افراد خویشاوند یک دیگر بودند و در یک خانواده بودند، به همین گونه در ایمانشون، در دینشون و در باورهایشون هم با هم دیگر یکی بودند و تاریخ این را به ما نشان داده که در تمامی غزوات حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندند و نهایتا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان مژده بهشت دادند و این مدال افتخاری هست برای حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت فرمودند. انشاءالله تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى